سلام سلام سلام، من دنیس هستم و بازم یک چهارشنبه دیگه با یک قسمت از پادکست اینسپایر در خدمت شما هستم و امروز میخوایم در مورد انگیزه و تفکر در حقیقت ادامه قسمت اول رو با هم دیگه مرور بکنیم و بدونیم که در حقیقت این طرز تفکر رو چطوری میتونیم برای خودمون به وجود بیاریم، این انگیزه رو چطوری میتونیم برای خودمون به وجود بیاریم و بتونیم این پیشبرد کارهای خودمون رو انجام بدیم. خب من فکر کنم در جلسه قبلی به اینجا رسیدیم که خیلی از افراد در حقیقت قبل از اینکه یه چیزی رو امتحان بکنن استاپ میکنن. شما ایمیجین بکنین یا شما بخواید به فارسی بگین، شما در نظر بگیرین که خیلی از افراد پلن های خیلی بزرگی دارن، رویاهای خیلی بزرگی دارن. خیلی از افراد میخوان که فکر میکنن که مثلا بتونن یک کاری رو انجام بدن، یک درآمدی رو شروع بکنن، یک بیزنسی رو شروع بکنن، یا بتونن یکی از ثروتمندان دنیا بشن، یا بتونن یکی از موفق ترین اتلیت‌ها بشن. ولی خیلی رویاهای بزرگی دارن و به اینا خیلی فکر میکنن و خیلی هم به قول گفتنی آتیشی هستن که بخوان این کار رو انجام بدن. ولی خیلی میدونید چند درصد از این افراد این کار رو انجام میدن؟ در حقیقت زیرو. چون قبل از اینکه امتحان بکنن پس میزنن. قبل از اینکه امتحان بکنن به یه باغی میرسن که اون باغ مثلا گلستانه براشون، در حقیقت کامفورت زون اوناست و در حقیقت من اسم رو گذاشتم یه روزی. در حقیقت شما اگر این افراد رو در نظر بگیرین، میرن داخل این باغ چون واقعا خوش گذشتن کار خودشون رو انجام میدن، زیاد به خودشون فشار نمیارن، اصلا کاری ندارن با دنیا که چی میگذره، چی کار باید بکنن، چطوری پیشرفت بکنن. برای همین میرن توی اون وادی که حالا یه روزی یه خونه میگیرم، یا یه روزی این ماشین رو خواهم گرفت، یه روزی این کار رو خواهم کرد، یه روزی این مدرک رو خواهم گرفت، یا مثلا یه روزی از این کار به اصطلاح درآمد بالای به دست میارم، یه روزی. همش میره تو اون باغ یه روزی. خب و همونجا میمونن. خیلی از آدم همونجا استاک میشن و از اونجا بیرون نمیان و متاسفانه این یکی از اون بازدارنده هاست که افراد موفق این رو پس میکنن و اونایی که واقعا نمیتونن از این یه روزی بگذرن، در حقیقت موفقیتی رو که خودشون واقعا لیاقتشو دارن و حتی شاید به فکرشو کردن، ولی چون واقعا سخت تغییر کردن اصلا نمیخوان این کار رو انجام بدن و در حقیقت در جای خودشون درجا میزنن و در حقیقت تو همون باغ میمونن. خب حالا شما ایمیجین بکنین که شما میخواین به یک درجه از موفقیت در هر کاری، در یک کاری برسید. مثلا شما میخواین شما میخواین پولدار بشید. خب یکی از افراد ثروتمند باشید. مثلا شما اگر بخواید این کارو بکنید، شما باید در نظر بگیرید که آیا چی در مورد این افراد میدونید. افرادی که موفق هستن در اون زمینه‌ای که شما میخواین فعالیت بکنید، باید اینو در نظر بگیرید که اون افراد چی دارن که موفقن. اصلا در مورد اون افراد چی میدونین که اینا موفقن؟ میدونین اینا چیکار؟ آره میدونم، خیلی داره، همشون پول دارن، همشون پول زیادی توی بانک دارن، قبول. ولی شما باید اینو توجه بکنین که شما باید بدونین که اونا چجوری رفتار میکنن، چجوری برنامه ریزی میکنن، با چه افرادی نشست و برخاست میکنن، کجاها میرن، چه نوع قابلیت هایی رو یاد گرفتن، چه نوع چیزهایی رو اوید میکنن، یعنی از دیدشون اصلا نگاش نمیکنن، چه چیزهایی رو نمیذارن که بادرشون بکنه، چه چیزهایی رو نمیذارن که اذیتشون بکنه که پیش برن. بنابراین خب خیلی از این چیزها رو شما باید تحقیق بکنین در مورد این افراد. برای این میگن که شما اگر میخواین به یه موفقیتی در یه مسیری برسین، شما دقیقاً اون افرادی که رو در این فیلدی که شما هستین به اونجا رسیدن رو انتخاب بکنین، ببینین اونا چی کار میکنن، فعالیتشون رو ببینین، در موردشون مطالعه بکنین و در حقیقت همون مسیری رو که اونا رفتن شما هم طی بکنین با همون سیستم. در حقیقت شما هم در حقیقت همون نتیجه رو خواهید گرفت که اونا گرفتن. بنابراین این تحقیقات اگر این تحقیقات رو انجام بدید و این بررسی‌ها رو انجام بدید، میبینین که شما برای اینکه مثل اونا باشین باید به یه آدم دیگه‌ای تبدیل بشین. این تغییر کردن خیلی سخته. در حقیقت غیر قابل انجام نیست، ولی یه کمی سخته، چون اینه که باعث میشه افراد توی خودشون گیر بکنن و نتونن به مرحله بعدی از زندگیشون به اصطلاح موو بکنن و به اون هدفی که هست برسن. خب شما برای اینکه اینو انجام بدین، خب تمام این ذهنیت ها، تمام این ترفندها، این قابلیت ها، این توانمندی ها رو باید یاد بگیرید. در حقیقت همه چی
یاد گرفتنیه. شما میتونین همه اینا رو یاد بگیرین و اگر شما میخواین به اون هدفی برسید که تا حالا به اون نرسیدین، باید به یه آدمی تبدیل بشین که قبلا نبودین. خب این برای خیلی از آدم‌ها خیلی سخته. بنابراین شما این تغییرات رو که میخواین انجام بدین، اینا نه تنها شما رو در این زمینه تغییر میده، بلکه به قدرت تفکر شما، قدرت تصمیم گیری شما و زندگی شخصی شما، انضباط شخصی شما اثر میذاره. یعنی تمامی اینها یک مجموعه ای از تغییرات هست که شما باید در نظر بگیرین که در مسیری که دارین انجام میدین این تغییرات باید انجام بشه که شما بتونین در حقیقت این تغییرات رو مرحله به مرحله انجام بدین و شما در حقیقت این تغییرات رو برای خودتون اعمال بکنین و به اون شخص جدیدی تبدیل بشین که میخواد به اون هدفی که مشخصه و داره برسه. خب بنابراین اینو در نظر بگیرین که تمامی مهارت ها، شاید شما وقتی این رو بررسی میکنی میبینین که مثلا من خیلی مثلا یک مقداری از مهارت ها رو بلدم ولی یه چیزا رو بلد نیستم و باید یاد بگیرم. وقتی که شما به این درجه میرسین که شما میدونین که میتونین این کار رو انجام بدین، در حقیقت یک سری از مهارت ها هست که شما میگین خب من که اینو بلد نیستم. طرف میخواد بیاد یک کار اینترنتی راه بندازه، میگه خب من که اولا که من نمیتونم برم جلوی دوربین حرف بزنم، بعدم باید این کارو بکنم، بعدم باید این کارو بکنم، باید کامپیوتر یاد بگیرم، بعد اینا تمام در حقیقت مانع راهش میشه و بعد میگه که خب من که نمیتونم این کار رو انجام بدم. در حقیقت این مهارت ها رو سد راه خودش قرار بده. ولی این رو باید در نظر بگیرین که تمامی مهارت ها، تمامی توانایی ها، تمامی در هر زمینه، کسب و کار، بازاریابی، سیلز، همه چی، شما هر نوع مهارتی رو که بخواین یاد بگیرین، بخواین احتیاج دارین برای رسیدن به هدفتون، قابل یادگیری. اینو در نظر داشته باشین. شما اگه میتونید رانندگی بکنید، شما هر چیز دیگه ای رو میتونید یاد بگیرید. بنابراین شما باید این رو واقعا ملکه ذهن آدم باید اینو ملکه ذهنش بکنه که اگر من بخوام این کار بکنم باید این مهارت رو یاد بگیرم، این مهارت رو یاد بگیرم. اگه بخوام تغییر بکنم باید این کار رو انجام بدم و این کاری که باید همیشه انجام دادم و دیگه نباید انجام بدم. خب و شاید شما یک قابلیت کوچیک، یک توانمندی کوچیک احتیاج دارین که به اون هدفتون برسین، ولی شما نمیدونین اون کجاست. بنابراین باید دنبالش بگردین و به محض اینکه پیداش کردین یا در موردش یه عملی انجام بدین که اونو انجام بدین چون میدونین چیه ولی تا حالا انجام ندادین. ولی خب خیلی هم نمیدونن اون چیه و وقتی که پیداش میکنن میمونن که خب حالا من که اینو بلد نیستم، خب چه جوری پسش بکنم. بنابراین وقتی اون قابلیتی رو که احتیاج دارین رو پیدا کردین و نمیدونین چیکار باید بکنین، توی کلاس‌های آموزشی، توی دوره‌های آموزشی یه منتور در حقیقت شما رو میتونن راهنمایی بکنن که شما اون رو پیدا بکنین، تجزیه و تحلیلش بکنین، به اصطلاح جلاش بدین و شروع بکنین ازش استفاده کردن تا موقعی که به اصطلاح ملکهش بشه برای شما. یعنی بتونین اون رو کاملا و به طور تخصصی درست انجام بدین و این در حقیقت همون کوچکترین اون زنجیر کوچولویی که بازه. یعنی در حقیقت اگر شما یک زنجیر رو در نظر بگیرین، این قسمت‌های مختلف این زنجیر که به هم دیگه پیوسته است، یکی از اون قسمت‌های کوچیک رو شما ندارین و اگر اون یک قسمت رو به دست بیارین، ایمیجین بکنین به اون هدفی که می‌خواین میرسین و اون هدف شاید یکی از بزرگترین هدف‌های زندگی، یکی از رویاهای زندگیتون باشه. بنابراین هیچ موقع کم برای خودتون نخواین، همیشه بیشتر از اون چیزی که هست بخواین تا بتونین خودتون رو موتیویت بکنین که بتونین این مسیر رو بررسی بکنین، این مسیر رو تحقیق بکنین، بفهمین کجاها کم دارین، کجاها احتیاج به ایمپروومنت دارین، اون رو انجام بدین تا بتونین به اون مرحله بعدی برسید. شما در این مسیر هر لولی که شما باید انجام بدین، مثلا شما از یک نقطه A میخواین به نقطه B برسین، شما این رو باید برای خودتون قسمت بندی بکنین و این قسمت بندی کردن در حقیقت اون توانایی هایی هست که شما لازم دارین که داشته باشین تا به اونجا برسین. بنابراین وقتی که شما این رو تونستین جدا سازی بکنین، تونستین از هم دیگه جدا بکنین، این در حقیقت به شما این اجازه رو میده، این توانایی رو میده که شما به خودتون
نمره بدین. در حقیقت از 1 تا 10 شما به خودتون نمره بدین به اون قابلیت. خب مثلا من میخوام این کارو بکنم، من قابلیت کتاب خوندنم خیلی خوبه، خب این نمره بالایی داره، پس این توی این مسیری که میخوام برم این رو لازم دارم. من باید اینقدر دوره دیده باشم، این دوره ها رو باید دیده باشم، اینقدرشو دیدم اینقدرشو ندیدم، خب اون یه نمره دیگه ای داره. خودتون به خودتون بر حسب درصدی که در نظر میگیرین نمره میدین و بعد برمیگردین نگاه میکنین ببینین کدوم قسمت از اون نمراتی که دادین کمترین مقدار رو به خودش اختصاص داده. وقتی ذهن ناخودآگاه شما این کمترین مقدار رو به اون گزینه میده، در حقیقت اون همون گزینه‌ایه که شما رو نگه میداره، اون همون گزینه‌ایه که شما رو هول میده بغل، هی نمیذاره برین جلو. بنابراین شما الان میتونین با این کار، این که یه روش ساده است، شما با این کار میتونین اون گزینه رو پیدا بکنین و وقتی که پیداش کردین حالا میتونین اون رو برنامه ریزی بکنین که برای اینکه یاد بگیرین کجا باید برین، چه دوره ای رو باید ببینین، با کی باید صحبت بکنین. شاید مثلا تو این مسیر اون کسایی که این مسیر رو رفتن اونا هم همین مشکل رو داشتن، چطوری راه حلش رو پیدا کردن، در موردشون تحقیق بکنین و وقتی که شما راه حلش رو پیدا کنین به سرعت و در همون موقع این رو اجرا بکنید و نذارین که اون بازدارنده مسیر حرکت و مسیر موفقیت شما باشه. خب و یکی دیگه از این که هست، شما میتونین این رو ایمجین بکنین که شما حالا چطوری میتونین این گزینه ها، این قسمت ها رو که ایمجین باید بکنین برای خودتون در نظر بگیرین که بعد بتونین بهشون نمره بدین. خب شما یکی از روشاش اینه که شما مثلا میتونین خودتون رو به آینده برسونین، یعنی مثلا چشماتون رو ببندین و خودتون رو در آینده تجسم بکنین. آینده ای که شما یه زندگی راحتی دارین، آینده ای که شما به اون ماشینی که دلخواهتون رسیدین، آینده ای اون چیزی که شما واقعا دوست داشتین رسیدین، یه زندگی پر آرامش، یه زندگی راحت، بعد ثروت درست، نالج درست، همه چی سر جای خودش و زندگی به صورت عالی داره برای شما پیش میره و این آینده رو همیشه برای خودتون تجسم بکنید. شما باید همیشه یه چیزی رو تجسم بکنید تا بهش برسید. همیشه باید خودتون رو اینجوری جا بزنین که من الان به اونجا رسیدم، من الان اون کار دارم میکنم، اونجوری لباس بپوشین، همون جوری که شما توقع دارین وقتی به اون لول رسیدین کارهایی رو انجام بدین که مثلا اگر اونجا بودین انجام میدادین. از همین الان شروع بکنین دقیقاً همون کارا رو انجام دادن. اگر شما در ایمیجینیشن خودتون میگین که آقا من اگر به این درجه رسیدم یک مثلا اینجوری لباس میپوشم، اینجوری صحبت خواهم کرد، با این افراد نشست و برخاست خواهم کرد، و وقتی که الان نگاه میکنیم میگین خب من الان کدوم یکی از اینا رو دارم انجام بدم. من وقتی ایمیجین میکنم خب در اون زمان من مثلا اینقدر کتاب خوندم، این نالج رو دارم، این رو بلدم، همین الانی که اینجا وایسادم کدوم یکی از اینا رو من میدونم. اگر نمیدونم اونا همون گره کوچولویی که بازه، شما باید اونا رو یاد بگیرین، اون قابلیت‌ها رو انجام بدین و اونا رو ببندین برای خودتون، خب که بتونین به اون مسیر حرکت بکنین و در حقیقت اون رویایی رو که الان خودتون برای خودتون تجسم کردین به واقعیت بپیونده، برسین بهش و بتونین اون کار رو انجام بدین. خب وقتی هم که این مسیر رو در نظر میگیرین سعی کنین که بدون اینکه هیچ مانعی رو در جلوی راه خودتون در نظر بگیرین اون رو ایمیجین بکنین که شما به اون لول رسیدین ولی بدون اینکه هیچ مانعی سر راهتون بوده باشه. بعد که به اونجا رسیدین و تونستین اون رو برای خودتون تجسم بکنین، حالا برگردین نگاه بکنین ببینین برای اینکه شما از این نقطه‌ای که الان هستین به این نقطه‌ای که اینجا هست برسین چطوری باید برین، چه مراحلی رو باید طی بکنین، چه دوره هایی رو باید ببینین، چه کاری رو باید انجام بدین و این رو همیشه برای خودتون واضح و روشن داشته باشین. چون اگر این موارد واضح و روشن نباشه شما نمیتونین تصمیم گیری درستی انجام بدین، شما نمیتونین اون تصمیم واضح رو بگیرین تا بتونین به اصطلاح این مسیر رو هدفمند بکنین برای خودتون. مسیری که باید هدفمند باشه در حقیقت مسیریه که بالا پایین داره ولی هدفش مشخصه. ممکنه خیلی جاها نتونین اینو انجام بدین. چرا؟ چون قابلیت و تواناییش هنوز یاد نگرفتین، نه اینکه ندارین، شاید دارین هنوز نمیدونین و اگر پیداش کردین شاید یک کوچولو مهارت نیاز داره، یک کوچولو کوچینگ نیاز داره، یک مقداری مطالعه نیاز داره که اون رو ببینین و به طرفش حرکت بکنین. خب همیشه تجسم بکنید توی این رویایی که دارین تجسم میکنین، همیشه تجسم بکنین که چه ماشینی خواهید داشت، چه خونه‌ای خواهید داشت،
چه زندگی خواهید داشت، با کی نشست و برخاست خواهید کرد، چه نالجی خواهید داشت. تمام اینها رو دونه دونه برای خودتون در نظر بگیرید، دونه دونه برای خودتون لول بندی بکنید و بعد برگردین و شروع کنین به اونا نمره دادن و ببینین که این آینده‌ای که شما به طور واضح دارین می‌بینین که دوست دارین، رویای شماست که به اونجا برسین، اگر وقتی که به اونجا رسیدین، خب چه چیزی رو باید تغییر بدین، چی کار باید بکنین، چه درصدی هست، آیا این درصدی که مثلا باید به اونجا برسم این رو بلدم، چه مقدارشو بلدم، چه مقدارشو بلد نیستم. خب اینا در حقیقت تکراره. ببینید من الان فکر می‌کنم خیلی از این موارد رو چندین بار تکرار کردم و اینها دقیقاً همون موردی هست که ما همیشه یادمون میره. تکرار کردن، کانسیستنسی و در حقیقت به طور مکرر یه چیزی رو به خودمون گفتن و در موردش تصمیم گرفتن و در حقیقت راه حل‌هاش رو پیدا کردن، ایناست که به ما کمک میکنه از اون بالا پایینی ها، از اون چاله چوله های راه بگذریم و بتونیم راهمون ادامه بدیم و وقتی که راه هموار شد دیگه میدونیم چی کار داریم میکنیم، نالجش رو داریم و بعد دیگه میتونیم تا آخر بریم و به اون نتیجه دلخواه خودمون برسیم. خب و یه گزینه دیگه ای که تو این راه میتونین ازش استفاده بکنین اینه که شما از اون افراد موفق یا افرادی که واقعا پولدار هستن ازشون بپرسین، از هر کوچی بپرسین یا از اون ریلتور خیلی موفق بپرسین یا از اون کوچ موفق بپرسین یا اونی که اتلیت توی ورزش بپرسین، میگین ازشون بپرسین که آقا شما چه کاری انجام دادی، چه کاری تو زندگیت انجام دادی که رسیدی به اونجا. میگه من تو زندگیم هیچ کاری انجام ندادم، من فقط چیزی رو انجام دادم که واقعا بهش علاقه دارم، چیزی که بهش پشن داشتم، چیزی که واقعا رویای من بود، سعی کردم همون رو انجام بدم، چیزی رو انجام دادم، کاری رو انجام دادم که دوست دارم. همیشه سعی کنین اون کاری رو انجام بدین که دوست دارین. اگر کاری رو دارین انجام میدین که دوست ندارین، اگر که اکثرا اینم بگم اکثرا ما همینجوری هستیم چون مجبوریم، یک سری مسئولیت‌های در زندگی ما هست که مجبوریم اونا رو برآورده بکنیم، مجبوریم اونا رو برطرف بکنیم. بنابراین مثلا کاری رو داریم انجام میدیم که واقعا دوستش نداریم، حالا یک مدرکی گرفتیم، حالا یک تجربه و یه تخصصی درش داریم، شروع میکنیم این کار کردن، ولی اون چیزی نیست که ما رو خوشحال میکنه، فقط داریم برای رفع کد انجام میدیم. هیچ موقع این کار نکنین. سعی کنین اون کاری رو بکنین که واقعا دوست دارین. حالا خیلی از ما همونجوری که گفتم توی مسیری هستیم که اون کاری رو که واقعا دوست داریم رو انجام نمیدیم. بنابراین یه کار دیگه میشه کرد که این چه کاری رو ما دوست داریم انجام بدیم، اون رو پیدا میکنیم. حالا میریم دنبال اون که چیکار بکنیم که این کاری رو که واقعا دوست داریم انجام بدیم بتونه منبع درآمدی برای ما باشه که ما هم بتونیم این کار رو انجام بدیم و هم بتونیم لذت ببریم، هم بتونیم خانواده رو نگه داریم، هم بتونیم یه نونی یک درآمدی داشته باشیم، یه کارمزدی داشته باشیم برای خودمون و این بشه منبع درآمد ما. و وقتی که اینجوری فکر کردیم و این رو پیدا کردیم و این شد منبع درآمد ما، این دوست داشتن، این پشنی که ما در مورد این مسئله داریم، این خودش باعث میشه که شما یه تکونی به خودتون بدین، تغییری انجام بدین، تغییر بکنین، هر روز یه چیز جدید در این مورد یاد بگیرین و همینجوری مسیر رو طی بکنین. چرا؟ چون واقعا شما هیچ کاری رو انجام نمیدین، فقط دارین یک سرگرمی دارین انجام میدین، یه چیزی رو دارین انجام میدین که واقعا پشنتون است، واقعا دوستش دارین. بنابراین فکر نمی‌کنین به این که من دارم یه کاری رو انجام میدم. خیلی از افراد توی شرکت هایی هستن که واقعا دوست دارن، واقعا پشنشون همون قدره، دوست دارن این کار رو انجام بدن. خب اونا تو اون شرکت واقعا آدمای موفقی هستن. ولی خیلی از آدم‌ها فقط کارمندان موفقی هستن. چرا؟ چون پشنی ندارن برای این کار. چرا؟ کار رو دوست دارن ولی اون کاری نیست که بهشون راحتی بده، بهشون آرامش خیال بده. بنابراین سعی کنین اون کاری رو پیدا بکنین که آرامش خیال بهتون بده، بتونه این استرس ها رو از شما دور بکنه که جا داشته باشین یک سری چیزای جدیدی رو به وجود بیارین. خیلی از آدم ها فکر میکنن که همه چی رو باید بتونن ممورایز بکنن، همه چی رو باید بتونن در ذهن خودشون نگه دارن. شما احتیاجی نیست که این کارو بکنه، چون کامپیوتر داره این کارو میکنه براتون.
خیلی از آدما فکر میکنن که باید خیلی محاسبات بلد باشن، خیلی این کارو بکنن، خیلی نه. الان کامپیوتر داره همه این کارا رو میکنه، شما احتیاجی ندارین که ذهنتون رو مشغول این کار بکنین. اگر یه کلکولیشن یه جایی احتیاج دارین، میرین به کامپیوتر انجام میده، به شما برمیگردونه. خدا رو شکر توی دوره‌ای از یه قرنی داریم زندگی میکنیم که اینترنت و کامپیوتر و تمام اینا انقدر پیشرفت کرده که حتی از آدما هم داره جلوتر میره. کریتیو باشین، دوست داشته باشین که یه چیزی مال خودتون باشه. اونی که مال خودتونه رو انجام بدین، اونی که دوست دارین رو انجام بدین. طرف میگه من خیلی دوست دارم برم آشپزی بکنم و میره یک کوچ آشپز میشه. دوست داره، آشپزی داره میکنه، کارشو داره انجام میده، واقعا بهش علاقه داره انجام میده. این چیزی که پشن میخواد. من نوعی نمیتونم برم وایسم آشپزی بکنم چون بلد نیستم، ولی موقعیت زمانی شاید روزی منو جای قرار بده که مجبور باشم آشپزی بکنم، ولی واقعا اون چیزی نیست که من میخوام. حقوقتون رو دریافت بکنین. حقوقی که مثلا میگیرین، کاری انجام میدین، اینو میگیرین، ولی همیشه فکر بکنین که این یه پیش درآمدیه برای اون کار اصلی شما. هیچ موقع بهش راضی نشین، چون اگه راضی شدین میرین تو اون یارو گلستان روزی. اگر به اون چیزی که الان دارین راضی شدین، میرین در حقیقت داخل همون گلستان، داخل همون کامفورت زون، برای خودتون راحت زندگی خواهید کرد و هیچ موقع اصلا نه به فکر آینده خواهید بود، نه به فکر موفقیت عزیزانتون خواهید بود. فقط همونجا خواهید موند، همینجا کاراتون رو انجام خواهید داد و زندگی میگذره راحت بدون هیچ استرسی. ولی آیا شما دوست دارین اونجوری باشین؟ خب این یه بحث جداگونه ایه. ولی افرادی هستن که نه، دوست ندارن. چرا؟ چون اون کاری رو واقعا دوست میخوان داشته باشن که بتونن انجام بدن، دوست داشته باشن انجام بدن. حالا راش چجوری میرن؟ راشی. شما اگه یه چیزی رو واقعا دوست داشته باشی، میری راشی یاد میگیری، میری دوره هاشون میگیری، میری کتاب میگیری، میری افرادی رو که تو این راه رفتن، افرادی رو که این پشن رو داشتن، افرادی که دقیقاً دارن همین کارو میکنن، باهاشون صحبت میکنی، نگاه میکنی، میبینی اونا چی کار میکنن، شما هم همون کار رو میکنی، یاد میگیری ازشون. و وقتی که یاد گرفتی، شما خودت دوست داری این کار رو انجام بدی، شروع میکنی به انجام دادن و 100% موفقیت تضمینی هست در این راه. پس قسمت دوم این شد شما کاری رو انجام بده که واقعا بهش پشن داری و دوست داری اون رو انجام بدی. و اگر الان تو اون موقعیتی نیستی که این کار رو انجام بدی، سعی کن اون رو پیدا بکنی، سعی کن اون پشن خودت رو پیدا بکنی و بدونی که مانع راحت چیه، اونا رو هم سولو بکنی و بتونی یه راهی رو پیدا بکنی که این بشه منبع درآمد اصلی خودت. چون واقعا اگر وقتی پشن داشته باشی، وقتی یه چیزی رو دوست داشته باشی، این به تو انرژی میده. این انرژی که به تو میده، این انرژی رو میتونی به بقیه هم انتقال بدی. همه این افرادی که موفقن، همشون یه ژورنال دارن، همشون که از کجا شروع کردن، چه مراحل رو طی کردن، چقدر شکست خوردن، حتی شکستاشون رو دارن. چرا این ژورنال ها رو نگه میدارن؟ چرا این کتاب ها رو دارن؟ به خاطر اینکه به افرادی که بعد از اونها میان و دوست دارن مثل اونا باشن و بهشون رجوع میکنن و بهشون میگن، میپرسن. و یه چیز جالب دیگه اینجاست که شما از هر کدوم از این افراد بپرسین آقا چی کار کردی، هیچ کدومشون ازتون روشون رو بر نمیگردونن و با آغوش باز همه رو در اختیار شما قرار بدن. بنابراین اون کاری رو باید انجام بدی که دوست داری، راشو پیدا بکنی، به طرفش حرکت بکن. خب قسمت بعدی اینه که شما همیشه توی کاری که داری انجام میدی سعی کن تاپ باشی، جزو اون 10% بالا باشی. هر کاری رو انجام میدی، شما در هر کاری، هر مسئولیتی، هر جایی هستی، هر کاری داری انجام میدی، سعی کن جزو اون 10% اون تاپ باشی. چرا؟ وقتی که شما جزو اون 10% بالا باشی، با 10% بالای اون افراد موفقی که تو اون فیلد هستن یا تو اون زمینه هستن نشست و برخاست خواهی کرد. شما اگر جزو اون 10% تاپ باشی، شما مثل اون 10% تاپ فکر میکنی. شما اگر جزو اون 10% تاپ باشی، جزو اون 10% تاپ میری آموزش میبینی. خیلی این رو نمیخوان. چرا؟ چون تو اون گلستانه، تو اون باغن، تو اون جزیره، چون هنوز فکر میکنن یه روزی میتونن این کارو بکنن، هنوز فکر میکنن یه روزی میتونن رئیس شرکت بشن، هنوز فکر میکنن یه روزی میتونن شرکت خودشونو داشته باشن، یه روزی میتونن فلان بشن، یه روزی. هنوز تو اون
جزیره، اون اتاقه که یه روزی موندن. پس همیشه تعهد داشته باش به اون کاری که داری انجام میدی و سعی کن جزو اون 10% تاپ باشی که توی فیلد خودت داری کار میکنی. خب و در حقیقت سعی میکنیم که این رو اینجوری جمع‌بندی بکنیم. همیشه سعی کنین اون هدف اصلی خودتون رو که دارین اون واضح و آشکار باشه، چون اگر اون آشکار نباشه شما یعنی نتونین تجسم بکنین که شما الان در حال حاضر به اون رویایی که دارین رسیدین یا به اون هدفی که دارین رسیدین، هیچ موقع نمیتونین مسیر رو درست انتخاب بکنین. مثل این میمونه که شما تو یه آبی قرار گرفتین و این آب شما رو داره به تمام هر جهتی که دوست داره میبره و شما نمیتونین فوکس بکنین که از کجا شروع بکنین به کجا برین، چه کاری رو انجام بدین، پشن شما چیه، نمیتونین پیداش بکنین. چرا؟ چون دائما دارین از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه میپرین. ولی اگه یک لحظه استاپ کنین، فکر بکنین به اون هدفی که دارین، مسیرش رو مشخص بکنین، اون رود بلاک هاشو در نظر بگیرین، بدونین که چه موانعی داره، کدومش کمترین نمره رو داره، کدومش بیشترین نمره رو داره، کدومش رو باید تقویت بکنین. در حقیقت جنبندی این مطلب اینه که شما وقتی اینها رو پیدا کردین واقعا میرین دنبالش. شاید شما حتی یک توانایی، یک قابلیت کم دارین که بتونین اون کار رو انجام بدین، اون رو پیدا بکنین. و وقتی که تو این مسیر اون رو پیدا کردین و اون رو تقویت کردین، یاد گرفتین، دوره هاشو دیدین یا با کوچ یا با خودتون یا از این دوره های اینترنتی برداشتین و شروع کردین و این رو یاد گرفتین، کتاب خوندین، یاد گرفتین، مسیر برای شما باز و واضح خواهد بود و شما میتونین در حقیقت در همین مسیر حرکت بکنین و به اون نتیجه برسین. چون افرادی که تو این راه موفقن از همون روز اول موفق نبودن. اونم مثل ما از صفر شروع کردن، از یه جای شروع کردن و بعد به اون موفقیت رسیدن. از یه جهت دیگه افرادی که مثلا توی یه فیلدهایی هستن که ازشون بپرسین میگه من اصلا نمیدونستم همچین فیلدی اصلا وجود داره. بنابراین سعی بکنین اون واضحیت و اون شفافیت هدف خودتون رو داشته باشین، اون هدف خودتون رو در نظر بگیرین، واقعا کلیر سازی بکنین برای خودتون و وقتی که واقعا صاف شد، فهمیدین که چی میخواین، فهمیدین که پشن شما چیه، آیا میتونین از اون استفاده بکنین، چطوری باید ازش استفاده بکنین، 100% به طرف اون برین و همیشه جزو 10% بالا باشین. چون و اینم بگم این در حقیقت جزو 10% بالا بودن این یک شبه اتفاق نمیفته. این تغییراتی که شما دارین تو این مسیر انجام میدین این یک شبه اتفاق نمیفته. این در حقیقت میتونم بگم 4 تا 5 سال، 5 تا 7 سال طول میکشه. برای خیلی از آدما تا 7 سال هم طول میکشه. شما باید همه میگن اوه من باید 7 سال این کارو بکنم تا بتونم به اونجا برسم. خب زمان که میگذره anyway. 7 سال نمیخوای این کارو انجام بدی، پس میخوای چی کار بکنی؟ چون که اون رویا رو داری که به اونجا برسی. بالاخره ما هممون هم توی این هستی میدونیم که زمان گران قیمت ترین چیزیه که شما حتی یک اپسیلون ثانیه‌اش هم نمیتونی برگردونی. اگر رفت. خب چرا ما از اون زمانی که داره میگذره درست استفاده نکنیم، زندگیمون رو درست نکنیم و تغییراتی رو که لازم داریم برای اینکه راحت زندگی بکنیم، تغییراتی رو که لازم داریم برای اینکه بتونیم اون چیزی رو که پشن ما هست، اون چیزی که واقعا دوست داریم انجام بدیم، چرا این بزنیم این زمان همینجوری بگذره و ما هیچ کاری نکنیم؟ چرا ما دوست داریم تو همون گلستان بمونیم که هیچی توش نیست؟ باید بیایم بیرون، بتونیم این کاری انجام بدیم و وقتی که اون کار رو انجام دادیم stick to it. به طور مدام این کار رو انجام بدین، انقدر انجام بدین که به صورت سرگرمی براتون باشه و وقتی دیگه سرگرمی میشد دیگه شما کاری انجام نمیدین، شما کار نمیکنین، شما دارین سرگرمین، شما دارین یک هابی برای خودتون درست کردین که اون هابی درآمد خیلی بالایی هم داره، ولی شما دارین هابی برای خودتون لذت داره این کارو بکنین. شما به زور ساعت بلند نمیشین. کاری رو که شما میخواین انجام بدین و باید به زور زنگ ساعت بلند شین و این ساعت برین، اون ساعت بیاین، به این نفر جواب بدین، به اون نفر نمیدونم مدارکشو بدین، به این نفر نمیدونم جواب پس بدین، میتینگ داشته باشین، داشته باشین، ولی هیچ کدومش پشن شما نباشه، هیچ موقع اون
موتور رو تو خودتون روشن نمیکنه. هیچ موقع این کار نمیکنه. شما اگه یه کاری رو انجام دادین و ناخودآگاه صبح اول وقت که بیدار شدین انرژی داشتین، دوست داشتین که این کار رو انجام بدین، با خوشحالی و با یک آرامش خاطری میرین سر کار و اون کار رو دارین انجام میدین، این کاریه که شما به دنیا اومدین که انجام بدین. من شاید نتونم یه مثلا آشپز باشم ولی من میتونم یه اتلیت باشم. من شاید نتونم یه مهندس خیلی خوب باشم ولی میتونم یه مارکتر عالی باشم. بنابراین اون چیزیه که شما باید واضح باشه براتون، اون چیزی که شما باید بدونین درسته یا نه، و اگر درست بود و پیداش کردین راشو پیدا بکنین، به طرفش حرکت بکنین و همیشه سعی کنین اون هدف رو کلیر سازی بکنین. بقیه قسمت رو چون الان به تقریبا آخرای برنامه رسیدم، من میخوام که این بحث رو اینجا تموم بکنم و در حقیقت ادامه این بحث رو در قسمت سوم همین پادکست انجام میدیم که هفته دیگه چهارشنبه خواهد بود. خیلی ممنون از عزیزانی که اومدن دیدن ما رو سپورت کردن. خیلی ممنون از اون عزیزانی که منو تو این راه دارن راهنمایی میکنن. من از این راهنمایی هاشون دارم استفاده میکنم، همینجا ازشون تشکر میکنم و به امید دیدن شما چهارشنبه هفته دیگه ساعت 4 بعد از ظهر همینجا در پادکست اینسپایر. به خدا میسپارمتون. موفق و مؤید باشین. خدا نگهدار همه شما.